کتاب صوتی مسائل سیاسی اجتماعی از مجموعه آثار کارل مارکس و فردریش انگلز. انتشارات سوسیالیسم. برگردان بیژن. چاپ اول ایران زمستان 1358. قسمت دوم. تهیه کننده و تنظیم کننده کاوه احمدی. گویندگان هوش مصنوعی. تحلیلی از زمان. انقلاب به اصطلاح 1848 فقط حوادث ضمنی اسفناک و شکستگی‌های کوچک و ترک‌هایی در پوسته جامعه اروپایی بودند. معالوصف نوید دهنده یک زوال بودند و اقیانوسی از توده مذاب را که زیر لایه سطحی ظاهراً مستحکمی نهفته بود، عریان کردند. توده مذابی که فقط احتیاج به آن داشت که جریان یابد تا اقلیم‌هایی از سنگ‌های خارا را خرد کند. این انقلابات آشفته و پرسر و صدا پرولتاریا یعنی راز قرن 19 و انقلاب این سده را بشارت دادند. البته این انقلاب اجتماعی به هیچ وجه چیزی نبود که تازه در 1848 کشف شده باشد. ماشین بخار، الکتریسیته، ماشین بافندگی، اینها عوامل انقلابی بودند که خصلت آنها حتی از شهروندان پاریس راسپلی و بلانکی نیز خطرناکتر بود. با وجود آنکه جو محیط زیست ما فشاری برابر 20,000 پوند بر روی بدن هر یک از ما وارد می‌آورد، ولی آیا ما آن را احساس می‌کنیم؟ جامعه اروپایی قبل از 1848 نیز جو انقلابی محیطش را که از هر سو به آن فشار می‌آورد احساس نمی‌کرد. واقعیت بزرگی وجود دارد که وجه مشخصه قرن 19 ما میباشد، وجه مشخصه‌ای که هیچ یک از احزاب جرأت انکار آن را ندارد. از یک سو نیروهای صنعتی و علمی جان گرفتند که در هیچ یک از دورانهای تاریخ بشر سابقه نداشته است. از سوی دیگر علائم زوالی به چشم می‌خورد که روایات مربوط به دهشت آخرین امپراتوری روم را تحت شعاع خود قرار داده است. چنین به نظر می رسد که در عصر ما هر چیز آبستن نقطه مخالف می باشد و مشاهده می کنیم دستگاه ماشینی که نیروی عجاب‌آمیزی نر برداشته و کار انسانی را تقلیل داده و پرثمرتر ساخته است، در عین حال کار انسانی را به نکبت می کشاند و تمام رمق او را می گیرد. منابع جدید ثروت از طریق یک جادوی کم نظیر مبدل به سرچشمه‌های فقر شده اند. چنین به نظر می رسد که پیروزی‌های علم به قیمت از دست دادن خصلت‌های آن تمام شده است. به نظر می رسد پاورقی. مارکس این سخنرانی را در مراسمی که در آپریل 1856 به مناسبت سال روز تأسیس روزنامه کارگری خلق برگزار شده بود، ایراد کرده است. عنوان این مقاله توسط ما انتخاب شده: انتشارات سوسیالیسم. به همان مقیاسی که بشر بر طبیعت غلبه می کند، به همان اندازه نیز مغلوب انسانهای دیگر و یا خباثت خود می گردد. به نظر می رسد که حتی فروغ خالص علم فقط می تواند در زمینه تاریک جهل فروزندگی داشته باشد. به نظر می رسد که تمام کشفیات و تمام ترقیات ما به آنجا منتهی می شود که نیروهای مادی را با حیات معنوی مجهز سازند و حیات بشری را به یک نیروی مادی تنزل بخشند. این آنتاگونیسم میان صنعت مدرن و علم از یک سو و بدبختی مدرن و انحطاط از سوی دیگر، این آنتاگونیسم میان نیروهای تولید و مناسبات اجتماعی دوران ما، یک واقعیت قابل لمس، کوبنده و غیر قابل انکار است. شاید برخی احزاب از این بابت ناخرسند باشند و شاید برخی دیگر آرزوی آن را داشته باشند که از شر دستاوردهای تکنیک مدرن خلاصی یابند و از دست درگیری‌های مدرن راحت شوند. و شاید اینها پیش خود تصور کنند که چنین پیشرفت قابل توجهی در صنعت برای تکمیل شدن خود به همین گونه واپسگرایی‌های شایان توجهی در سیاست نیاز دارد. ما به سهم خود در مورد شناخت مظهر روح خبیث و شروری که به طور مداوم در تمام این تضادها متجلی می شود، دچار اشتباه نمی شویم. ما می دانیم که نیروهای تازه اجتماع برای آنکه بتوانند تأثیر درستی داشته باشند، فقط احتیاج به انسانهای جدید دارند که گرداننده آنها باشند
و اینها کارگرانند. آنها همانند ماشین‌ها از کشفیات عصر جدید میباشند. در رابطه با سردرگمی که بورژوازی برای اشراف و پیامبران عاجز واپسگرا به وجود آورده است، با دوست کوشنده‌مان روبین گودفلو، یعنی انسان خوب، یک موجود افسانه‌ای است که بنا به عقیده عامیانه مردم انگلیس نقش حامی و مددکار انسانها را بازی می‌کند و یکی از چهره‌های اصلی کمدی رؤیای یک شب تابستانی اثر شکسپیر میباشد. انتشارات سوسیالیسم مواجه می‌شویم. این موشکور قدیمی که با این شتاب نقب میزند، این گودالکن تمام عیار انقلاب است. کارگران انگلیس اولین فرزندان صنعت مدرن هستند و مسلماً آخرین کسانی نخواهند بود که به این انقلاب اجتماعی کمک می‌کنند. انقلابی که مولود این صنعت میباشد. انقلابی که به معنی رهایی طبقه خود آنها در تمام جهان میباشد و به اندازه سلطه سرمایه و بردهداری اجریتی جهانگیر خواهد بود. من با مبارزات قهرمانانه‌ای که طبقه کارگر انگلیس از اواخر قرن گذشته تا کنون پشت سر گذاشته است آشنا هستم. مبارزاتی که فقط به این جهت نسبتاً ناشناخته مانده‌اند که تاریکی بر آنها سایه صف کرده و تاریخ نویسان بورژوا آنها را تحریف کرده‌اند. در قرون وسطا یک دادگاه با نام دادگاه فم در آلمان وجود داشت. این دادگاه برای آن به وجود آمده بود که از نابکاری‌های طبقه حاکمه انتقام بگیرد و وقتی خانه‌ای با ضربدر قرمز رنگ مشخص می‌شد، همه می‌دانستند که حکم محکومیت صاحب آن خانه به وسیله دادگاه فم صادر شده است و اکنون تمام خانه‌های اروپا با ضربدر قرمز رنگ اسرارآمیزی مشخص شده‌اند. تاریخ داوری می کند و پرولتاریا حکم را به مرحله اجرا در می آورد. کارل مارکس 19 آپریل 1856 روزنامه خلق